نه در موردش صحبت نکردم. اتفاقی چی بود؟ استرس بعدش رو میخوام بگید. شما اومدین عذرخواهی کنین بعد کارگردانه یه جوری سویش داد اصلا عذرخواهی نه چرا عذرخواهی کردم من. البته اینو به استرس رو میگید یکم استرس. بذارید من اول بگم به بیننده ها که عذرخواهی که من عذرخواهی کردم به خدا. اون فیلم 22 ثانیه‌ای که شما دیدین قسمت عذرخواهی من نبوده توش. من خیلی هم عذرخواهی کردم. اما این که هر کسی براش این اتفاق پیش میاد که روزه است و یه چیزی رو میچشه و یادش میاد. به خدا تو خونه خودمونم این اتفاق خیلی میفته. مامان من مدام این اتفاق براشون میفته. راستشو بگم راستش این که داشتم سکته میکردم. یعنی گفتین دیگه تعطیل شد تلویزیون؟ نه میدونستم که این اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه یه ذره اگه هر فرد مسلمانی که قدری اطلاعات دینی داشته باشه، اطلاعات مذهبی داشته باشه، میدونه که این اتفاق سهوی بود، برای هر کسی پیش میاد. بنابراین میدونستم که مدیران ارشد سازمان بسیار این موضوع رو درک میکنن و همراه من هستن. اما برای خود من که چون گاف محسوب میشد نه دیگه حالا روزه خاری نبود. نه ببین چشیدن با خوردن اون چشیدن بود. بله روزه رو باطل میکنه. شما یه چیزی رو بچشید باطل نمیکنه. من یادم نیست. من تنها مزه ای که یادمه مزه سکته. من سکته رو مزه کردم. باور کنید. با یک پیمانه آب میذارن روی گاز بدون روغن تا آبش تبخیر بشه کاملا. حالا زعفرون یا زردچوبه هم بهش میزنن. اون دیگه سلیقه من ببینم این چجوریه. تا حالت نیم پرس داره. درست شد؟ خب بفهم. خیلی مزه تلخ و گزنده داره. زهر مار تا حالا تو اون لحظات که چشیدین به چی فکر کردین؟ چرا یادم رفت که روزم و اگه اون کانتر آشپزخونه نبود من افتاده بودم. آره من تکیه دادم به کانتر آشپزخونه و برنامه رو ادامه دادم. بعدش قش کردم. بعدش خیلی حالم بد شد. بله. چجوری برگشتی؟ به این دنیا؟ نه خب به هر حال یاد گرفتم که جلوی دوربین به احترام مردم ادامه بدم، ولی بعدش حالا فکر نمی‌کردی میگفتیم فکر نمی‌کردم اما برخورد قهری شد تو مثلا سعی کنید بگی بابا به هیچ عنوان. اینو بگم یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد این بود که از مدیر شبکه، مدیر محترم گروه، مدیر پخش دونه زنگ می‌زدن و میگفتن اشکالی نداره فقط به خودت مسلط باش. من از این بابت بله فکر میکنم چون عنوان روزه‌خوار رو به من دادن و خیلی من قصه دار شدم به خاطر اینکه من روزه نخورده بودم. این یه ذره منو ناراحت کرد، ولی بازم چرا بد نشد. زیاده که سوارات نمیشناختن. خب الان میگه این مهاجری روزه‌خواره. هیچ وقت دلم نمیخواست این شکلی معروف شه. مهاجری روزه‌خواره چی آخه؟ از روز بعدش نه، هفته بعدش. چون من یه هفته آف داشتم بعدش. اوکی الان بله چش نکنید اگه. بله شما سفارش کردین؟ نه قربان، نه آقای سروش صحت از دوستان ایشون هستن که پیشنهاد کار داره. دعا کردم. بله ادامه میدم بازیگری رو. فکر میکنم به هیچ عنوان. چرا به هیچ عنوان؟ آدم شوهرش بازیگرش و نگران بشه. نگرانی چی آخه؟ خیلی ربطی به این موضوع نداره. یعنی بخوام بدوزن بازیگرم نباشه میشه. آره راننده تاکسی هم باشه طرف میدوزنه شده. سوال فرمونده اونم اینه که شما چرا یه هفته آف داشتین؟ یه هویی آف دادن؟ نه به خدا نه من یه هفته آف هستم، یه هفته سر کار میرم. این روال 2 سالی هست که به این شکله.